میشه بغل قبل بریم حسین اون موقعی که دهنمون پر از خاک میشه روایات میگن تو اون تاریکی های شب اول قبل موقعی که نکیر و منکر میان یه هراس خاصی به دل میت میافته من دیناک من کتاباک من قبلتک سوالا رو که میپرسم یه وقت یه نوری وارد میشه یه صدایی میاد دست نگه داری من جوابشو میدم شما کی هستید آقا جان من امیرالمومنینم تنها نیومدم استقبال نوکرم این طرف حسنم اومده کنار دستم حسینم اومده استقبال حسین آرزوی همه ماست دیگه حاج بیتی باید روزه بخون هرچی من اصلاح کردم هم فرمودم هممون آرزومون همینه دیگه خاکم نکنی بذاری در بابم برسه اونی که مقصدمه کسه اونی که واسمه فکر نکنید من بی کس و کارم من نوکر اون آقای بی کفنم خاکم نکنید بذاری در بابم برسه اونی که واسمه کسه اونی که واسمه دیگه کی؟ یه تنگای مشهد امام رضا خاکم نکنید دلم فقط آقا میخواد دیگه چی؟ امام رضا بلداده میاد امام رضا بلداده میاد حسین خودشون فرمودن در هر مصیبت و محنی فبکل الحسین هر موقع که دنیا برای تنگ اومد هر موقع که دلت گرفت امام رضا جانمون فرمود دلت گرفت بشین پیش خودت تو گوشه خودت بگو امام حسین قربونت برم که تو هم با دل پرغصه کشته شدی جاتون خالی تو حرم سید الشهدا علیه السلام بودم یکی دو هفته پیش در نگام به گنبد طلای سید الشهدا علیه السلام بود یاد این مرحوم افتادم سید نجفی ایشالله که الان در جوار سید الشهدا علیه السلام دعاگمون هست یاد سید محبوب افتادم گفتم عجب سیدم رفت ایران و خیلی سخته رفقا حاج بیتی خدا پدرتو بیامرزه هر کی پدر مادرت دست داده خیلی سخته بچه ها آدم با دستای خودش تو صورت عزیزش که خاک بریزه انشالله خدا نصیب کسی نکنه همونجوری وقتی نگام به گنبد بود یاد این سختی ها افتادم بعد خودم به خودم نهیب زدم گفتم بالاخره رسم دنیای دون همین دیگه بالاخره معمولا کوچیک‌ترها بزرگترها رو به خاک میسپرن خیلی هم سخته اما گفتم حسین جان قربون دل پاره پارت برم من نمیدونم اینجا کسی جوون از دست داده یا نداده کربلا کار ابی عبدالله برعکس اون همه داغ اون همه مصیبت که کشیده بود اما داغ جوونشم دیدم یا عبدالله
موقعی که میخواست عازم میدان بشه فرمود علی جان اول یه چند قدم جلو چشام رو برو. علی عبدالله از بنی هاشم، از جنگاورای عرب، پسر علی مرتضاست. اما نوشتن تا نزدیک بدن علیش رسید فسقط الحسین عن فرسه. علی عبدالله از رو اسب زمین افتاد، دیگه نمیتونست این پیرمرد رو بره، با سر زانو خودشون رسون بالای بدن علی اکبره. انقدر لشکر علی عبدالله خندید، انقدر هل کرد لشکر دشمن، دست خالی تو بیار بالا، 3 مرتبه از همه وجودت صدا بزن یا حسین.